سلام دوستان عزیز، خوش اومدیم به کانال برانول در یوتیوب. میخوایم براتون در مورد بیماری میاستنی گراو حرف بزنیم. تمام مطالبی که براتون میخوایم بگیم از کتاب برونر در آوردیم. بریم سراغ مطالبمون. بیماری میاستنی گراو یک نوع اختلال خودایمنی هستش که بر محل اتصال عصب به عضله تأثیر میذاره. به طور طبیعی استیل کلین به گیرنده‌هاش در عضله متصل میشه و عضله رو برای انقباض تحریک میکنه. ولی توی میاستنی گراو آنتیبادی ها به گیرنده‌های استیل کلین حمله میکنند و انتقال ایمپالس در محل اتصال عصب به عضله رو مختل میکنند. توی میاستنی گراو با تداوم فعالیت ضعف عضلات تشدید میشه و توی اکثر افرادی که دچار میاستنی هستند دارای هایپرپلازی تیموس یا تومورهای تیموس هستند. تظاهرات میاستنی به صورت چشمی و عمومی بروز میکنه. تظاهرات چشمی فقط ماهیچه‌های چشم رو درگیر میکنه و دوبینی و پتوز یعنی افتادگی پلک شایع هستش. تظاهرات عمومیش به این صورت هستش که ضعف عضلات صورت و گلو و اندامها و ضعف تنفسی اتفاق میفته. ضعف عضلات صورت ظاهری بی‌حالت و بی‌تفاوت به چهره بیمار میده. درگیری حنجره باعث ایجاد دیسفونی یعنی اختلال صدا و دیسفاژی اشکال در بلع میشه که خطر خفگی و آسپیراسیون رو افزایش میده. ضعف عمومی عضلات بین دنده‌ای رو درگیر میکنه و در نتیجه ظرفیت حیاتی بیمار کاهش پیدا میکنه و نارسایی تنفسی رو به دنبال داره. تو این موقع است که میگم بیمار توی بحران میاستنی قرار داره. میاستنی گراو صرفاً یک اختلال حرکتی هستش که تأثیر بر حس یا هماهنگی نداره. خیلی خب، چطوری میاستنی رو تشخیص میدن؟ تست متداولش تست بازدارنده استیل کلین استراز هستش و تست بعدی تست یخ هستش. تست استیل کلین استراز چطوری هستش؟ تزریق ادروفونیوم کلراید به صورت وریدی انجام میشه. 30 ثانیه بعد تزریق ضعف عضلات صورت و پتوز به مدت 5 دقیقه برطرف میشه. این بهبود ناگهانی دال بر تست مثبت و معمولاً تأییدی بر تشخیص میاستنی هستش. برای کنترل اثرات جانبی داروی ادروفونیوم کلراید مثل برادیکاردی، تعریق و نیز کرامپ عضلانی باید آتروپین در دسترس باشه. خیلی خب، تست یخ چطوری هستش؟ برای بیماران دچار آسم و بیماران قلبی استفاده میشه. یخ به مدت 1 دقیقه روی چشمان بیمار نگه داشته میشه. توی بیماران میاستنی پتوز به طور موقت برطرف میشه. توی میاستنی گراو تیموس که محل تولید آنتیبادی های گیرنده های استیل کلین هستش بزرگ میشه و ام‌آرآی به منظور شناسایی بزرگی تیموس مورد استفاده قرار میگیره. تا اینجای کار باهاتون در مورد بیماری و تظاهرات و روش تشخیصیش باهاتون حرف زدیم. در قسمت بعدی میخوام در مورد تدابیر پزشکی و تدابیر پرستاری و روش درمانی باهاتون حرف بزنیم. برای این قسمت بعدی رو از دست ندین، حتما ما رو سابسکرایب کنین. ممنون دوستان.